سلام بچه، چطوری؟ چابل هستن. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید فوتبالی. ضربات پنالتی لیونل مسی مقابل کریستیانو رونالدو. اولین زنده پنالتی رونالدو میگیره مسی. من امروز اومدم با مسی تا بتونم کریستیانو رونالدو رو شکست بدم. دفعات قبلی با رونالدو بودم، حالا اومدیم با لیونل مسی. رونالدو وسط زد، خوب زد. حالا یه چی گل کرد، یه چی اوت کرده رونالدو. این ویدیو رو هم تقدیم میکنیم به آرتین زمانی. دقیقا نمیدونم آرتین بود یا آراد زمانی عزیز، بهم زنگ زد و این ویدیو رو اختصاصی به خودش تقدیم میکنم. داش آراد زمانی یا آرتین، بابا بگیر. 4 تا 3 تا گل. آخرین پنالتی کریستیانو رونالدو. چقدر خوب زد رونالدو. من چجوری ببرم؟ حالا مسی باید 5 تاشو گل کنه تا ببره، 4 تاشو گل باید بزنه تا بازی مساوی شه. کریستیانو رونالدو مقابل لیونل مسی. حالا مسی اولین پنالتی خودشو خیلی خوب و قشنگ زد. مسی دومین ضربه پنالتی خودشو. لیونل، ای دهنت سرویس. رونالدو چقدر خوب گرفت، یعنی عین کورتوا گرفت. مسی بعدیو محکم میزنه، این دفعه سمت راست. مسی بابا رونالدو رو نگاه. 3 تا 2 تا گل. لیونل مسی باید بیشتر گل بزنه، باید 3 تا گل 2 تا. بابور پشمام رونالدو رو نگاه. باخت مسی. بچه ها آخرین پنالتیشو ببینیم چیکار میکنه. بابا من کجا بزنم تو نگیری؟ یا ابوالفضل نگاه، شانس رونالدو رو نگاه. بابا چه گلریه. ببینم گرفت یا زد تو تیره. در من از این به بعد کریس رونالدو رو میذارم تو دروازه. پشمام چقدر خوب. وایس ببینم گرفت یا زد تو تیر دروازه. بچه ها نرفت تو گل اما رفت فراش رونالدو. پشمام. خب مسی بازنده این چالش شده. الان نیاید بگید که شاب تو عمدن مسی رو برداشتی تا با رونالدو ببازی. این چرت و پرتا رو از مغزتون دور کنید بچه‌ها. یکم بزرگ شید، یکم بزرگ شید. دیدی دیگه دکمه تیرک داریم ما، یا دکمه تیرک داریم که من بزنم تو تیرک دروازه. پس از این کامنت های زشتتون دست بردارید. شما میاد میگید فلانی عمدن باخته، فلانی رو عمدن برداشتی. زشتی این پیاماتون. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، فعلا.